خب بریم سراغ ضرب خارجی دو بردار. مجددا اگر دو بردار A و B رو داشته باشیم که با هم زاویه تتا میسازن، ضرب خارجی برداری یا ضرب کراس دو بردار رو با علامت ضرب در نشون میدن. پس هر کدوم از این اسامی شنیدید یه مفهوم داره، چه ضرب خارجی بگن، چه برداری بگن، چه کراس بگن. حاصل ضرب خارجی برخلاف ضرب داخلی این بار یک برداره، یعنی باید هم اندازش رو حساب کنیم و هم جهتش رو. اگر 4 انگشت دست راست رو در جهت بردار اول یعنی بردار A قرار بدیم، جوری که وقتی انگشتا رو میبندیم بیفته در جهت بردار دوم یعنی بردار B، انگشت شستمون جهت بردار حاصل ضرب رو نشون میده که اینجا با V نشونش دادیم. این بردار حاصل ضرب خارجی بر صفحه حاوی دو بردار A و B یعنی چنین صفحه‌ای و در نتیجه بر خود A و B هم عمود هست. اگه یادتون باشه به این کار میگفتیم قانون دست راست. برای درک بهتر به این تصویر دقت کنیم. 4 انگشت در جهت بردار اول، وقتی جمع میشه بیفته در جهت بردار دوم، انگشت شست جهت بردار حاصل ضرب خارجی رو نشون میده. البته یه جوری دیگه هم میشه گفت. اگر انگشت اشاره در جهت بردار اول باشه، انگشت وسط در جهت بردار دوم، انگشت شست جهت بردار حاصل ضرب خارجی رو نشون میده. خب تا اینجا جهت بردار حاصل ضرب خارجی رو پیدا کردیم. حالا بریم ببینیم اندازه بردار V چجوری حساب میشه. دقیقا مشابه ضرب داخلی، با این تفاوت که به جای کوسینوس از سینوس زاویه تتا استفاده میشه. یعنی حاصل ضرب اندازه A در اندازه B در سینوس زاویه بینشون. حتما از پیش دبستانی هم میدونید که این اندازه برابر مساحت متوازی الاضلاعیه که با بردار A و B ساخته میشه، یعنی این متوازی الاضلاع. حالا اگر حوصلتون سر رفت میتونید برین اون متوازی الاضلاعی که توی جمع بردارا دیدین و مساحتش رو حساب کنید. دقت کنید که زاویه بین دو بردار همواره بین 0 و 180 درجه هست. به عبارتی سینوس تتا همواره نامنفیه، یعنی یا 0 یا مثبته. پس حواستون باشه به این قضیه. مثل ضرب داخلی اگر اندازه حاصل ضرب خارجی و اندازه دو بردار رو داشته باشیم، به راحتی میشه سینوس زاویه بینشون رو به دست آورد و از روی اون اگر خواستیم تتا رو هم به دست بیاریم. البته تا ضرب داخلی هست کسی سراغ ضرب خارجی برای محاسبه تتا نمیره، چون کلی دردسر داره نسبت به ضرب داخلی که بعداً باهاش آشنا میشیم. اگر دقت کرده باشین هنگام استفاده از قانون دست راست از لفظ بردار اول و بردار دوم استفاده کردم، ولی توی ضرب داخلی اصلا چنین حرفی نزدم. علتش اینه که توی ضرب خارجی این ترتیب مهمه و مثل ضرب داخلی خاصیت جابجایی نداره، یعنی دیگه A ضرب در B با B ضرب در A با هم برابر نیستند. در واقع اگر از قانون دست راست استفاده کنیم و این بار B رو در A ضرب کنیم، باید 4 انگشت در جهت بردار B باشه، وقتی جمع میشه بیفته در جهت بردار A، اون موقع انگشت شست به سمت پایین قرار میگیره و عملا در جهت منفی بردار V قبلی قرار میگیره. پس B ضرب در A برابر میشه با منفی A ضرب در B. چرا منفی؟ چون اندازه جفتشون با هم برابره، فقط جهتشون خلاف همه. این منفی نشون دهنده همین قضیه است. خاصیت دیگه‌ای که ضرب خارجی داره همون خاصیتیه که ضرب داخلی هم داشت، یعنی توزیع پذیری یا پخشی. یعنی اگر ما 3 تا بردار داشته باشیم A ضرب در B به علاوه C، بردار A میتونه روی این پرانتز پخش بشه، یعنی بگه A ضرب در B به علاوه A ضرب در C. این خاصیت رو توی این درس به شدت باهاش کار دارید، مخصوصا توی لنگرگیری. در آخر هم باید اشاره کنم که ضرب خارجی خاصیت شرکت پذیری نداره، یعنی A ضرب در B ضرب در C برابر نیست با A ضرب در B ضرب در C. پس خاصیت
توزیع پذیری داره ولی خاصیت شرکت پذیری نداره. تا اینجا یک مطلب مستحب هم بگیم. اگر انتهای بردار B در راستای موازی با بردار A حرکت کنه، مساحت متوازی الاضلاعی که میسازه تغییری نمیکنه. یعنی چی؟ این متوازی الاضلاعی که A و B با هم میسازن. گفتیم اگر انتهای بردار B در راستای موازی با بردار A، یعنی چنین راستایی حرکت کنه، مثلا اینجوری بشه، این سری متوازی الاضلاع جدید، یعنی این متوازی الاضلاع با متوازی الاضلاع قبلی با هم مساحتن. چرا؟ چون ارتفاع قاعده تغییری نکرده. خب حالا بریم ببینیم اگر دو بردار رو بر حسب مؤلفه هاشون داشته باشیم چجوری میشه ضرب خارجی رو حساب کرد. مثل ضرب داخلی کافیه هر مؤلفه از بردار اول رو توی کل بردار دوم ضرب خارجی کنیم، چون گفتیم خاصیت چی داره؟ توزیع پذیری داره. اما قبلش یه مرور کنیم ببینیم ضرب خارجی بردارهای یکه توی هم چی میشه. از اونجایی که اندازه بردارهای یکه برابر با واحد و زاویه 2 به 2 هم 90 هست، ضرب هر دوتایی سومی رو میده. البته به این ترتیب، یعنی I, J و K. اگر توی این روند توی هم ضرب بشن، ضرب خارجی هر دو بردار متوالی سومی رو با علامت مثبت میده طبق قانون دست راست. مثلا I ضرب در J میشود بردار سوم یعنی K، یا J ضرب در K میشود بردار سومی یعنی I، و در نهایت K ضرب در I میشود بردار سوم یعنی J. حالا اگر این روند رو برعکس طی کنیم، یعنی توی این مسیر، این بار یه دونه منفی جلوی ضرب خارجی ظاهر میشه. چرا؟ چون ضرب خارجی خاصیت جابجایی نداشت و حاصل ضرب یه دونه منفی میمد جلوش. توی اسلاید قبلی دیدیم مثلا I ضرب در K، یعنی توی این روند اگر حرکت کنیم میشود منفی بردار سوم یعنی منفی J. و از اونجایی که زاویه دو بردار یکی همنام با هم 0 درجه هست و سینوس صفر هم صفره، ضرب خارجی هر دو بردار یکی همنام برابر با صفره. مثلا I ضرب در I میشود 0، K ضرب در K میشود 0، J ضرب در J میشود 0. حالا با توجه به این مواردی که گفته شد بریم ببینیم حاصل این ضرب چجوری حساب میشه. قرار شد از خاصیت توزیع پذیری استفاده کنیم یا پخشی، یعنی هر مؤلفه بردار اولی توی کل دومی ضرب بشه. البته میدونیم که اون جایی که بردار یکی هم نام داریم دیگه نیازی نیست، چون میدونیم صفر جواب. الان A x I باید توی مؤلفه دوم و سوم ضرب بشه، دیگه نیازی نیست توی B x ضرب بشه. پس جواب چی میشه؟ A x B y I ضرب در J توی این مسیر، پس مثبت بردار سوم رو میده، یعنی مثبت K رو میده. حالا اگر I x رو توی B z ضرب کنیم چی میشه؟ I ضرب در K توی این رونده، یعنی توی روند منفیه، پس میشه منفی بردار سوممون. این از مؤلفه اول. حالا بریم سراغ دومی A y J. پس این باید توی اولی و سومی ضرب بشه، دیگه توی دومی نیازی نیست ضرب بشه. A y B x J ضرب در I تو روند منفیه، پس منفی بردار سوم رو میده. A y B z J ضرب در K توی روند مثبت، پس مثبت I رو میده. و در نهایت مؤلفه سومی A z B x K ضرب در I تو روند مثبت، پس مثبت J رو میده. و A z در B y K ضرب در J تو روند منفیه، پس منفی بردار سوم رو میده. این از حاصل ضرب خارجی به شکل مؤلفه. حالا بیایم اونایی که بردار یکی یکسان دارن رو با هم یه جا بنویسیم. I ها با هم، J ها با هم و K ها هم با هم.
جواب به شکل مرتب شده اینجوری میشه. پس این میشه مؤلفه Vx، این میشه مؤلفه Vy و این هم میشه مؤلفه Vz. خب تا اینجا یه نکته هم یادآوری کنم. اگر ما 3 تا بردار داشته باشیم که 2 به 2 بر هم عمود باشن و طبق قانون دست راست ضرب هر دوتایی سومی رو بده، اصطلاحاً به این 3 تا بردار میگن ستایی راستگرد. حالا یه سوال، آیا هر دفعه باید کلی وقت بذاریم و این روند رو برای محاسبه هر ضرب خارجی تکرار کنیم؟ اگر خوب به جواب آخر دقت کنیم متوجه میشیم که توی مؤلفه Vx اصلا خبری از مؤلفه x بردارها نیست، یعنی هیچ اندیسه x اینجا شما نمیبینید. توی Vy هیچ خبری از اندیسه y نیست، توی Vz هیچ خبری از اندیسه z نیست. و یه نکته دیگه، اگر خوب دقت کنید میبینید که اندیسه فقط دارن جابجا میشن. اینجا yz بعدیش zy، zx بعدی xz، xy بعدی yx. خب حالا بریم با توجه به این موارد گفته شده یه دونه روند توی محاسبه ضرب خارجی پیدا کنیم که دیگه کارمون ساده تر بشه. پس 3 تا مؤلفه Vx و Vy و Vz داریم که توی هر کدومشون 2 تا حاصل ضرب داریم، یه دونه منها بینشون. توی این ضرب ها از سمت چپ اول مؤلفه مربوط به بردار اول، بعدش مؤلفه مربوط به بردار دوم رو می نویسیم. فقط موند اندیسه این مؤلفه ها از اونجایی که x و y و z ستایی راستگرد هستن، پس میشه مثل i و j و k که اون بالا صحبت کردیم به این شکل بنویسیمشون. برای نوشتن اندیسه های مؤلفه Vx کافیه دستتون رو بزنید روی x، توی این روند حرکت کنید. اول y بعد z، پس اول y رو می‌نویسیم بعد z. توی ضرب بعدی کافیه جای این دوتا رو عوض کنیم، اول میشه z بعد میشه y. همینطور برای vy و vz، اول باید دست رو بزنیم روی y، توی این روند اول z بعد x، پس اول z بعد x. حالا برعکس x z. و در نهایت برای vz دستمون رو میزنیم روی z، اول x بعد y، پس x y y x. این دقیقاً همون چیزیه که این بالا داریم میبینیم. این رابطه بسیار بسیار راحته، فقط کافیه 1-2 تا ضرب خارجی رو باهاش حساب کن که ملکه ذهنتون میشه. و در نهایت بردار v میشه vxi به علاوه vyj به علاوه vzk. پس به طور خلاصه برای نوشتن هر مؤلفه بردار v کافیه اول اندیسش رو نگاه کن، مثلا vx جلوش 2 تا ضرب، اول بردار اول بعد بردار دوم، یه دونه منها، دوباره بردار اول بردار دوم. اندیسش x، پس جلوش باید y و z باشن. چجوری؟ طبق این روند، یعنی اول باید y باشه بعد z باشه. حالا برعکس، به همین راحتی، به همین خوشمزدگی. علاوه بر روشی که گفتیم، روش‌های دیگه‌ای هم برای محاسبه ضرب خارجی دو بردار وجود داره. یکی از این روش‌ها بیان ضرب خارجی در قالب محاسبه دترمینان هست. تو این روش یه دترمینان 3x3 تشکیل میدن که سطر اولش بردارهای یکه، سطر دومش مؤلفه های بردار اول در ضرب خارجی و سطر آخرش هم مؤلفه بردار دوم در ضرب خارجی نوشته میشه. برای محاسبه حاصل این دترمینان روش‌های مختلفی وجود داره. یکی از ساده ترین روش‌ها روش ساروس هست که از پیش دبستانی باهاش آشنایی داریم. توی این روش میان یک بار دیگه دترمینان رو در سمت راست خودش تکرار میکنن یا در زیر خودش. بعد حاصل ضرب قطرهای اصلی رو منهای حاصل ضرب قطرهای فرعی میکنن. پس چی شد؟ یک بار حاصل ضرب قطرهای اصلی رو حساب میکنیم، یعنی a y b z در i، a z b x در j و ax by در k. این شد حاصل ضرب قطرهای اصلی منهای حاصل ضرب قطرهای فرعی ay bx k به علاوه az by i
به علاوه AX BZ J. حالا باید اونایی که بردار یکسان دارن رو از هم کم بکنیم. یعنی برای نوشتن مؤلفه VX اونایی که I دارن رو از هم باید کم بکنیم. یه دونه اینه، یه دونه دیگه اینه. AY BZ منهای AZ BY. و همینطور برای VY و VZ. اونایی که J دارن AZ BX منهای AX BZ J. و در نهایت اونایی که K دارن AX BY منهای AY BX. البته اگر رابطه اسلاید قبلی رو بلد باشیم میدونیم که اندیس‌ها جابجا میشن. یعنی فقط این تیکه رو بلد باشیم این تیکه از روش به راحتی با جابجایی اندیس‌ها به دست میاد. یعنی در واقع فقط حاصل ضرب قطرهای اصلی رو اگر حساب کنیم با جابجایی اندیس‌ها میتونیم به راحتی مؤلفه‌های بردار وی رو به دست بیاریم. یه روش دیگه برای محاسبه دترمینان استفاده از این رابطه هست. یا اول اصلا نگران نباشین، خیلی ساده تر از چیزی هست که داره نشون میده. اولا مؤلفه وی آی جی یعنی چی؟ یعنی مؤلفه سطر آیوم و ستون جیوم از دترمینان. مثلا وی دو سه یعنی برو سطر دوم ستون سوم یعنی ای زد. اگر مؤلفه های سطر آیوم و ستون جیوم دترمینان رو حذف کنیم یه دونه دترمینان 2 در 2 باقی میمونه که بهش میگن ام آی جی. به همین سادگی. این دت هم یعنی چی؟ دترمینان اون 2 در 2 رو حساب کنید. این تیکه هم که دیگه خیلی واضحه. منفی 1 به توان جمع اندیس سطر و ستون یعنی آی به علاوه جی. مثلا برای مؤلفه 2 3 میشه 2 به علاوه 3 5. منفی 1 به توان 5 چی میشه؟ میشه منفی 1. یعنی اگر مجموع سطر و ستون مورد نظرمون فرد شد این جواب میشه منفی 1. اگه زوج بود جواب میشه 1. تمام. این سیگما هم یعنی روی تمام n تا ستون دترمینان این کار رو انجام بدین. به همین سادگی. حالا بریم روی دترمینان خودمون براتون توضیح بدم ببینید چقدر ساده است. این فرمول رو میتونید روی هر سطر دترمینان که دوست داشتین بست بدید. ما اینجا با سطر اول کار میکنیم. پس بریم اول مؤلفه V11 یعنی آی رو برمیداریم، ستون و سطر نظیرش رو حذف میکنیم. یعنی این سطر و این ستون. چی باقی موند؟ یه دونه ماتریس 2 در 2. حالا باید دترمینان این رو حساب کنیم. دترمینانش چی میشه؟ حاصل ضرب قطر اصلی منهای حاصل ضرب قطر فرعی. یعنی چنین چیزی. AY BZ منهای AZ BY. خب کدوم مؤلفه رو برداشتیم؟ V11. جمع اندیساش میشه 1 به علاوه 1 که میشه 2. یه عدد زوجه. پس این منفی 1 به توان 2 هم دیگه نیازی نیست بنویسیمش. میشه 1. پس تا اینجا این چی شد؟ این شد VX. گفتیم VIJ هم باید بنویسیمش دیگه. یعنی همون V11 که اینجا برداشتیم هم باید بنویسیم. پس در نهایت این میشه بردار VX. این روند رو میتونیم برای J و K هم ادامه بدیم. یعنی مؤلفه VY و VZ. و در نهایت بردار V رو به این شکل بنویسیم. خب بریم سراغ مؤلفه VY. الان این سری میخوایم مؤلفه 1 2 از ماتریس رو برداریم. یعنی سطر اول ستون دوم یعنی مؤلفه J. سطر و ستون نظیرش رو حذف میکنیم. یه دونه 2 در 2 باقی میمونه. دترمینانش رو که حساب کنیم چی میشه؟ حاصل ضرب قطر اصلی AX BZ منهای حاصل ضرب قطر فرعی AZ BX. خب تا اینجا شد VY. البته یه قسمت رو هنوز حساب نکردیم. منفی 1 به توان آی به علاوه J. مؤلفه چی بود؟ 1 2 بودیم. پس مجموع 1 به علاوه 2 میشه 3. منفی 1 به توان 3 میشه منفی 1. یه دونه منفی جلوی این میخواد. خود مؤلفه 1 2 هم باید تکرار کنیم این جلو دیگه، درسته؟ یعنی همون J. پس این در نهایت شد VY. که منفی هم توی ضرب کنیم میشه AZ BX منهای AX BZ.
یعنی همون چیزی که قبلا داشتیم، این فرمت رو قبلا داشتیم. اینجا یه دونه منفی جلوش اومده که حالا ما منفی رو ضرب کردیم و در نهایت وی زد مؤلفه 1 3 رو برمیداریم. مؤلفه 1 3 سطر اول ستون سوم، سطر و ستون نظیرش رو حذف میکنیم. یه دونه دترمینان 2 در 2 میمونه که اونو باید حساب کنیم. a x b y منهای a y b x مجموع 1 و 3 هم که میشه 4 یا عدد زوجه، پس اون منفی هم نمیخواد دیگه. پس این میشه چی؟ وی زد. خود کی هم که بیاد جلوش میشه وی زد برداری و در نهایت میشه بردار وی مون. از این سه تا روش با هر کدوم راحت‌تر بودید ازش استفاده کنید. ترجیح من استفاده از روش اول هست، ولی هر کاری میکنید حتما روی ضرب خارجی مسلط بشین، چون به وفور توی این درس باهاش کار داریم. مثالهاش رو توی فصل‌های آینده میبینین انشاءالله. خب بریم سراغ آخرین ضربی که میخوایم با هم مرور کنیم، یعنی ضرب مختلط.